اون آدمی که برمیگرده اون آدمی نیست که رفته. نمیدونم کتاب کیمیاگر رو خوندی یا نه؟ خلاصش اینه که کسی نخوندتش، یه چوپانیه بغل یه کلیسای قدیمی با 5 تا 10 تا گوسفند که زیر یه درختی همیشه میشینه و گوسفنداشو میچرونه و میره شهر پشمشون رو میفروشه و برمیگرده، زندگی نرمال داره. این شروع میکنه چند شب پشت سر هم خواب اینو دیدن که یه گنجی توی اهرام ثلاثه است که این بعد بره پیدا کنه، یه گنج عظیم جواهر زیر اهرام ثلاثه. و این انقدر خوابو میبینه میره پیش یه جادوگر، یه تعبیر خواب اینا، و بهش میگه باید بری اهرام ثلاثه، گوسفنداشو میفروشه که پول جمع کنه بتونه بره تا اهرام ثلاثه. تو شهر اول دزد کیفشو میزنه، کل داراییشو میبره و این آدم دیگه حتی پول نداشه برگرده شهرش گوسفنداشو بخره برگرده کار قبلیشو بکنه. چیکار میکنه؟ مجبور میشه 1 سال 2 سال چند سال توی اون شهر برای کسی کار کنه. این تو هر شهری که میره و مجبور کار کنه تا پولشو جمع کنه با آدمای آشنا میشه که کلی چیز از اونها یاد میگیره، کلی سرمایه از اونها میگیره. بعد وارد صحرای مصر میشه، اصلا اونجا عاشق کسی میشه، میگه دیگه همینجا بمونم. بهش میگم ببین اگه تو دنبال این ویژن تا ته نری 10 سال بعدم ازدواج کردین تو فکرته که اگه میرفتم اون جواهر چی بود، پس برو اگه جواهر پیدا نکردی برگرد یا بعدش تصمیم ادامه میده. میره با کلی سختی اینا میرسه به اهرام ثلاثه. اهرام ثلاثه شروع کنه کندن زمینو، هیچ چی نیست اون زیر. یه سری سرباز میان دورش میگن این داره چاه میکنه، حتما جواهر داره میخواد اینجا چال کنه. شروع میکنن قصد کش زدن اینو که جواهراتو بده. میبینن هیچ چی نداره. این میگه بابا به خدا من دارم اینجا میکنم، خودم دنبال همون جواهرم. رئیس این سربازا میاد میگه که تو دیوانه‌ای، تو فکر بر چی داری اینجا رو میکنی؟ میگه من یه خوابی دیدم که زیر این اهرام گنجه. میگه تو دیوانه‌ای، پاشدی واسه یه خواب اومدی اینجا دنبال گنج بگردی؟ تو مثلا چندین سال تو راه این صحرای سوزان بودی که بیا گنج پیدا کنی؟ میگه آره. میگه ببین تو خیلی احمقی، ببخشید خیلی بچه احمقی هستی. منم چند سال پیش خواب دیدم که یه جواهری زیر یک درختی بغل یک کلیسای قدیمیه که یه چوپانی همیشه اونجا میشینه گوسفنداشو میچرخونه. من اگه مثل تو اینقدر احمق بودم باید میرفتم این همه صحرا اونجا اون دنبال اون گنج میگشتم. برو بابا جون ما امشب نمیکشیم چون تو دیگه خیلی ساده لوی خودت. ببین این جای گنجو میفهمه، برمیگرده همون شهری که بوده، همون جایی که خودش میشسته، زیر همون صندلی که همیشه گوسفنداش توش بودن زمینو میکنه و به یه صندوق جواهراتی که از قبل جنگ جهانی مثلا اونجا خاک شده بوده میرسه و ثروتمند میشه یه شبه. به این تعبیره. ولی تعبیر اصلیش چیه؟ اینه که گنج واقعی همون جایی که تو هستیه، همون درون خودته. ولی اگر اون راه رو نری به جواب نمیرسی. اگر این نمیرفت اون آدمی رو نمیدید که جای اصلی گنجو بهش بگه و ممکن بود تا 100 سال پیش رو همون صندلی بشینه و زمین زیرش رو نکنه. هیچ وقت نمیرسید به اون گنج. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اون چالشه است. تو باید اون مسیر طولانی رو بری. چرا؟ چون تو آدمی که وقتی برمیگردی آدم قبل نیستی. کل داستان زندگی همینه. تو اون چالشا رو که میری تازه برمیگردی ولی میبینی گنج اصلی همون جایی که خودت بودی. دقیقاً.